این همسایه های ما خیلی به ما خدمت میکنن. چطور خدمت میکنن؟ خب برای اینکه لیست همه کاری که نباید بکنی به آدم میدن. خیلی خوبه که شیطان هم همینطور، شیطان لیست تمام کاری که نباید بکنین اینا رو به شما ارائه میده، میاد وسوسه میکنه که این بعد شما میگین نه. شیطان جز خدمتگزاران درجه اول این دنیاست. شیطان اولا یک آزمایشگاه داره، قند خونتون اندازه میگیره، درجه عصبانیتتون اندازه میگیره، درجه طمعتون اندازه میگیره. یه چیزی پیش میاره ما $1 میلیون دادن، فوراً سر گوشش میجنبه، میگن آقا درجه طمعش جوش آورد، طمعت بالاست. فلان چیز بالا. بعد آدم شیطان مجانا شما باید کلی پول بدین که بفهمین که چی بالاست چی پایینه. کلی باید خزینه بکنه. بنابراین اندازه‌گیری میکنه و اونی که عباد مخلصه اونیست که از تمام این امتحانا میاد بیرون، میگن آقا جواب آزمایشش الحمدلله همه منفی بوده، هیچ اشکالی نداره.